به واسطه ارتباطی که ما با بقیه داریم، توی دنیای امروز احترام و وجه اجتماعی خیلی خیلی مهمه. توی شغلمون تأثیر داره، حتی توی خانواده و روابط نزدیک و عاشقانمون. بیشتر آدما وقتی وارد یک جمعی میشن اصلا به چشم نمیان. بودنشون کمرنگه. توی شلوغی گم میشن. انگار که فقط یه سایه هستن. ولی بعضیا برعکسن. وارد جمعی که میشن انرژیشون همه رو میگیره. یه تأثیر نامرئی که بدون حرف زدن همه رو جذب خودشون میکنه. بله، دقیقاً بدون حرف زدن. این قدرت افرادیه که توی جامعه تاثیرگذارن و احترام زیادی به دست میارن. از سیاستمدارها بگیر تا افراد موفق توی حوزه مالی و کسب و کار. این افراد قیافه جذاب، زاویه، فک یا صدای خاصی ندارن. این افراد مهارت دارن. مهارت کنترل کردن ذهن بقیه، اونم فقط با یک حرکت ساده که البته ظاهراً ساده است. و اون چیه؟ قدرت سکوت و مکث کردن. اما خب با یک کلمه نمیشه اینو توضیح داد. حقیقت تلخ اینه که جامعه به قدرت احترام میذاره، نه به ضعف. شاید فکر بکنید که بقیه قضاوتتون میکنن به خاطر اینکه چی میگید، ولی اونا قضاوتتون میکنن به خاطر اینکه چطور میگید. چطور راه میرید، چطور خودتون رو نشون میدید. اگر تند حرف بزنی، توپق بزنی یا زیادی بخوای خودتو ثابت کنی، باختی. ذهن آدمای دیگه میذارت توی دسته ضعیف‌ها و وقتی که اون برچسب خوردی، پاک کردنش از مغز بقیه خیلی سخته. بریم اول مهارت مکث کردن توی مکالمه رو بررسی کنیم و بعدش سراغ این بریم که کجاها باید سکوت بکنیم. این روش‌ها رو اگر خجالتی هستید خیلی به دردتون میخوره. قدرت مکث کردن در اصل میشه توانایی کنترل زمان توی گفتگو. آدمای ضعیف از سکوت میترسن. تند حرف میزنن چون نگرانن که کسی به حرفشون گوش نکنه. یه جوری صحبت میکنن که انگار دنبال اجازه گرفتن و تایید گرفتن از بقیه هستن تا حرفاشون رو ادامه بدن. ولی آدمای قدرتمند چی؟ اونها مکث میکنن. میذارن سکوت براشون کار کنه. بقیه رو مجبور میکنن که توی سکوت صبر بکنن، منتظر بمونن و احترام بذارن. توی تاریخ اونایی که با چرچیل همکلام شده بودن میگفتن که سکوتش ترسناکتر از عصبانیتشه. اون میگفت توی بازی قدرت سکوت گاهی بلندترین فریاده. و یکی دیگه از افرادی که توی تاریخ خیلی درباره این موضوع حرف زده، سانتزو، فرمانده و متفکر بزرگ چینیه. اون به این معروف بود که دشمنانشو بدون جنگیدن شکست میده و همونطور هم که توی جنگ کردن صبور بود، توی حرف زدن هم اینقدر قوی عمل میکرد. وقتی قوی هستی ضعیف به نظر برس و وقتی نزدیک هستی دور به نظر بیا. این جمله معروفش یک ترفند استراتژیک توی نبرد تن به تن افکار خودش با رقیباش بود. اون اعتقاد داشت که مکث کردن و مبهم نگه داشتن خودتون بهتون قدرت میده. وقتی کسی ازتون سوال میپرسه سریع جواب ندید. بذارید سکوت کش بیاد و آزاردهنده بشه. توی چشم شخص نگاه کن و بذار سنگینی فضا رو حس کنه. بعدش با آرامش و اطمینان پاسخ بده. حالا بعدش خواهید دید که رفتار و حتی حالت بدنشون عوض میشه. برنده واقعی کسیه که بدون جنگیدن پیروز بشه. میدونید قدرت مکث کردن چیه؟ اینه که اون سکوتی که شما میکنید رو هر کسی یه جور معنی میکنه و بر اساس تفکرات خودش جلو میبره. مثلا اگر یکی بخواد شما رو فریب بده یا بهتون دروغ بگه و ته ذهنش نگران این موضوع باشه، اگه باهاتون حرف بزنه و شما مکث بکنید، ناخودآگاه بهش میگه که اوه فهمید و خودش بدون اینکه شما کاری بکنید دست و پاشو گم میکنه و حتی ممکنه خودشو لو بده. الان بهتر میشه فهمید که اون حرف سانتزو دقیقاً داره چیو میگه. این شعبده نیست، فقط روانشناسیه. قدرت آرومه، قدرت صبر داره. همه آدم‌های تاثیرگذار توی تاریخ این ویژگی مشترک رو داشتن. وقتی این کار رو انجام بدی، داره این پیام رو میدی که من دنبال توجه نیستم. منم که تعیین میکنم کی چی بگه. و آدم‌ها ناخودآگاه به این موضوع احترام میذارن. پلیس‌ها از این ترفند روانشناسی خیلی استفاده میکنن. موقع بازجویی وقتی طرف یک جواب سوالشون رو میده، یک سکوت معناداری میکنن و به طرف این حس رو میدن که اونا فهمیدن دارم دروغ میگم. اگه دیدید شخص بعد از مکث شما دوباره سکوت رو شکوند تا بهتون بیشتر توضیح بده، احتمالاً یه جای کارش میلنگه. حالا بیایید این روش‌ها رو توی مثال‌های کاربردی پیاده کنیم. ما 4 تا موقعیت معمول رو در نظر گرفتیم که احتمالاً هممون حداقل یه بار توش گیر افتادیم. موقعیت اول، کسی که توی یک جمعی بهتون تیکه میندازه و بی‌احترامی میکنه. اینجا باید مکث کنی و مستقیم تو چشاش نگاه کنی و 5 ثانیه سکوت کنی. اون آدم ناخودآگاه دستپاچه میشه چون نمیدونست که اینجوری قراره به سمتش بتوبید. بعد مکث کردنتون خیلی آروم و مسلط میگید این حرفت بیشتر از چیزی که فکر بکنی داره درباره خودت میگه. موقعیت دوم توی جلسه کاری یا مذاکره است. طرف وقتی بهتون پیشنهاد میده یا شاید هم با روش‌هایی بخواد شما رو هیجان زده کنه که سریعتر جواب بدید، حتی اگر مخالف پیشنهادشون بودی سریع اینو نگو. چند ثانیه سکوت کن و بعدش بگو بذار چند لحظه روی حرفات فکر بکنم.
با این کار حتی طرف شاید عقب نشینی کنه یا امتیازهای بیشتری بده، چون معمولا مردم انتظار چنین مکث و سکوتی رو ندارن. بیشتر مردم سریع و احساسی مخالفت میکنن. اما وقتی اینجوری رفتار بکنی نشون میدی که تصمیماتت فوری و احساسی نیست. کنترل اوضاع دست توئه و پیشنهادش ارزش فکر کردن رو داره. موقعیت سوم خیلیامون درگیرش شدیم که بیشتر به خاطر رودرواسی گیرش افتادیم. وقتی کسی ازتون میخواد که یه کاری رو انجام بدید و قدرت نگفتنتون پایینه. اینجا اگر بیشتر حرف بزنید و توجیه بیارید، طرف بیشتر میل به چونه زدن پیدا میکنه. توی این موقعیت نباید چیزی بگید و حتی لبخند هم نزنید. بعدش آروم بگید نمیتونم این کار انجام بدم و سکوت رو ادامه بدی. این سکوت بعدش خیلی مهمتره، چون طرف مقابل میفهمه که دیگه جایی برای چونه زدن نداره. موقعیت بعدی در اصل نوبت شماست که حمله کنید. اونم وقتی که میخوای یک حرفی رو بزنی و تاثیرش رو چند برابر کنی. این تکنیک رو سخنران‌های بزرگ دنیا خیلی استفاده میکنن. وقتی که یک حرف مهمی رو میزنن، حتی اگر توی یک جمعی باشن، بعد از تموم شدنش مکث میکنن و توی چشم بقیه ظلم میزنن. اینجوری ناخودآگاه به مخاطب روبرو میفهمونن که این حرفم خیلی مهمه و باید به دقت بهش گوش کنی. سانتزو میگه جنگجویان پیروز ابتدا پیروز میشوند و سپس به جنگ میروند، در حالی که جنگجویان شکست خورده ابتدا به جنگ میروند و سپس به دنبال پیروزی هستند. توی مکالمات و تاثیرگذاری‌ها بیشتر از چیزای ظاهری اون اعتماد به نفسیه که باید داشته باشید. اگر همچنین مشکلی رو دارید تعجبی نداره، چون این یک مهارته نه یک استعداد ذاتی. پس بیایید چند تا از تمرین‌هاشو با هم بررسی کنیم. یکی از مشکلاتی که عموم مردم دارن اینه که وقتی صداشون رو از گوشی یا میکروفون میشنون بدشون میاد. یک حس عجیبی دارن که البته این طبیعیه، چون گوش ما عادت کرده که صدای خودمون رو از زاویه همیشگی دهنمون بشنوه. وقتی از جای دیگه بشنوه یک جور دیگه اونو دریافت میکنه و احساس متفاوتی خواهید داشت. حالا برای اینکه خجالتتون بریزه گوشیتون رو در بیارید و جلوی دوربین حرف بزنید. هر چیزی که میخواید بگید، فرقی نمیکنه. بعدش این ویدیو رو بارها ببینید. نحوه بیانتون رو گوش کنید. ببینید اگر یک شخص مقابل جلوتون بود چجوری میتونستید تاثیرش رو بیشتر بکنید. کجای حرفتون رو دارید زیاد توضیح میدید. اولش کمی سخته، ولی قشنگ خودتون متوجه میشید که ایرادتون کجاست. یکی از مشکلاتی که معمولا باعث میشه نتونیم این روش‌ها رو اجرا کنیم اینه که درست این نکات رو الان یاد گرفتیم، ولی وقتی که توی موقعیت قرار میگیریم هول میشیم، دستپاچه میشیم و نمیتونیم درست اجرا کنیم. پس باید بتونیم این مهارت‌ها رو به ناخودآگاهمون انتقال بدیم که توی اون شرایط خود به خود این کارو انجام بده. برای این کار اون موقعیت‌هایی که دستپاچه‌تون میکنن رو شبیه سازی بکنید و با دوستتون تمرین کنید. یک نکته خیلی مهمی که خودم خیلی ازش استفاده میکنم اینه که توی جمع اگر به مشکلی برخوردید به خجالتی بودنتون اعتراف بکنید. میتونید برای شروع توی گروه‌های کوچیک این کارو انجام بدید. من خیلی وقتا چک کردم اونایی که مثلا میان جایزه اسکار بگیرن، خیلیاشون میگن که اصلا انتظار جایزه نداشتم و الان کمی خجالتی و تحت استرس هستم. با این روش و اعتراف کردن به خجالتی بودن و استرس هم ذهنتون خالی میشه و هم دیگه زور نمیزنه که بخواد تلاش بکنه به بقیه نشون بده که من اصلا خجالتی نیستم و همین کاهش فشار شما رو جسورتر هم میکنه. و از اون ور هم این مشکل رو بقیه میتونن درک بکنن و باعث صمیمیت بیشتر میشه. اینو میتونید از جمع‌های کوچیک شروع بکنید و سعی کنید برای بقیه سخنرانی بکنید. و این نکته رو اولش بگید. خودتون میبینید که بقیه چقدر باهاش راحت میشن و این مورد جواب میده. این روشی که گفتیم بر اساس اصل آسیب پذیری خانم دکتر برنه براون بود. حالا که بحث خجالتی نبودن و تاثیرگذاریه، بیایید 2 تا ترفند کاربردی از آقای دیل کارنگی رو هم بررسی کنیم. ایشون کارشون آموزش نحوه صحبت کردن و تاثیرگذاری اجتماعیه. کتاب معروف اون آیین دوستیابی نکات جالبی رو تو این زمینه میگه. اولین ترفند اینه که میگه توی مکالمتون همش اسم شخص رو بیارید. شنیدن اسم خودمون عین یک پاداش عمل میکنه و تأثیر زیادی روی مرکز توجه مغزمون میذاره. سر همینه که باعث میشه شخص مقابل هم بیشتر به حرفتون توجه کنه، هم با اون ترفند مکث کردن و گفتن اسمش بیشتر تحت تاثیر قرار بگیره. این روش رو سیاستمدارا خیلی استفاده میکنن. مثلا بیل کلینتون که معروف به یکی از سیاستمدارهای کاریزماتیک بود، همیشه با این روشش با طرف مقابل یک حس دوستانه و تاثیرگذار ایجاد میکرد. کارنگی میگه اسم هر شخص مهمترین کلمه‌ایه که شخص توی هر زبانی به گوشش میخورد و توجهش را جلب میکند. ترفند دومی که دیل کارنگی میگفت این بود که هیچ کس با قضاوت یا انتقاد تغییر نمیکنه، بلکه فقط وارد حالت دفاعی میشه. پس اگر خواستید کسی رو تحت تاثیر قرار بدید، هیچ وقت از در انتقاد و قضاوت وارد نشید. اول شنونده خوبی باشید و رفتارتون جوری باشه که درکش میکنید. و در همین حین با تکنیک مکث کردن و سکوت و گفتن اسمش میتونید اثر رفتارتون رو چند برابر کنید. بیایید یکی از مهمترین مشکلات و چالش‌های این روزا رو بررسی کنیم.
مثلا شما از دست پارتنرتون یا دوستتون سر کاری که کرده ناراحتید و میدونید که اگرم مستقیم بهش حمله کنید، حتی اگر اون شخص بدونه که اشتباه کرده ولی به خاطر حمله شما شروع میکنه دفاع کردن. اینجا اگر انتقاد سازنده هم بهش بگید، به خاطر لحن حرفتون قبولش نمیکنه و به درد نمیخوره. پیشنهاد میشه که اینجا مثلا اینجوری بگید: سارا، میفهمم که چرا اون تصمیمو گرفتی. شرایط سختی بود. با این کار شما میفهمونید که درکش کردید و بعدش با مکث کردن اجازه بدید که خودش شروع کنه حرف زدن و شما کم کم ایده های خودتون رو بهش تزریق کنید. مثلا بگید: کاوه، به نظرت اگه این کارو میکردی چه شکلی میشد؟ با این روش خیلی نامحسوس به جای انتقاد انگار دارید باهاش مشورت میکنید و قطعا توی این شرایط شخص مقابل ازتون حرف شنوی زیادی خواهد داشت و طبیعتا رفتار و احترامش هم با شما متفاوت میشه. این هم میشه مایند مپ این ویدیو. اگر از این ویدیو خوشتون اومد و براتون مفید بود، خیلی ممنون میشم که چند ثانیه وقت بذارید یه کامنت انگلیسی هم بذارید تا لایکاتون پاک نشه. این چند وقت یوتیوب واقعا با این پاک کردن لایکا دیگه داره کلافمون میکنه. خیلی ممنون.